مسئله سوم، شرط های زکات، شرایط های زکات. برای واجب بودن زکات در طلا و نقره شرط های زیرین لازم است. یکم به نصاب رسیدن و نصاب طلا چونه که ذکر نمودن 20 مثقال است. با دلیل حدیث علی رضی الله عنه گفتن که لیس علیک شیء، بر تو چیزی نیست، یعنی من الذهب، از طلا بر تو یگام مقدار زکات مال نیست، حتی یکون لک 20 دینارا، حتی اینکه بر تو 20 دینار در دست تو افتید. اذا کان لک 20 دینارا، اگر بر تو 20 دینار در دست تو افتید و حال علی الحول و یک سال این در دست تو باقی ماند، پس نصف دینار از آن پرداخت زکات منمایی، 2.5 فایز آن را پرداخت زکات منمایی، که 2.5 فایز آن را ما بارها تاکید کردیم که 85 گرم، از 85 گرم 2.5 فایز گرفته زکات مال پرداخت منمایی. اما نصاب نقره باشد 200 درهم است. به دلیل فرموده او رسول صلی الله علیه و آله گفتن که لیس فیه دون 5 اواق صدقه، در چیزی که کمتر از 5 اواق است، اوقیه است، یعنی 200 درهم باشد زکات نیست. اوقیه 40 درهم است و 5 200 می شود. و همچنین در فرموده او صلی الله علیه و آله گفتن که در ریقه، در نقره 1/4 حصه درهم، یکی 2 از 5 فایز است. اگر تنها 190 درهم باشد پس زکات نیست، از 200 درهم می شود. یعنی 595 گرم نقره اگر داشته باشد، سپس از آن زکات مال 2 از 5 فایز برآورده می دهد. روایت بخاری تحت رقم 1454 حدیث انس بن مالک و حدیث ابوبکر همچنین. پس علما اتفاق دارند نسبت زکات نقره 5 اوقیه 200 درهم و نسبت طلا باشد 20 مثقال، که در شرح صحیح مسلم در مجلد 7 صفحه 48 ذکر شده است. یکم طلا و نقره. دوم، دیگر شرط های عمومی که قبلا ذکر شد، اسلام، کافر نباشد، غلام نباشد، آزاد باشد، مالک همان مال باشد و همچنین گذشتن 1 سال حول میگویند همون مال در دستش باقی مونده باشد، که درباره اینها قبلا در موضوعات بالا ذکر نمودیم. مسئله چهارم، آیا گفتیم که از طلا و نقره برای پر کردن نصاب با همدیگر همراه کردن میشوند؟ مثلا انسان از طلا که 85 گرم طلا انسان زکات میدهد، از نقره 595 گرم میدهد، اما کم است، 80 ندارد و 70 دارد، یا که 70 گرم طلا دارد، 500 گرم نقره، اینها رو جمع کنید سپس زکات مال پرداخت کنید. آیا این درست است یا نه؟ قول صحیح و درست، طلا و نقره برای پر کردن نصاب با همدیگر همراه کردن نمیشوند، زیرا آنها از دو جنس مختلف هستند، از دو جنس گوناگون هستند، طلا علاهده و نقره علاهده. پس مثل شتر و گاو یا گوسپند و گندم و جو و غیر از اینها، و مقصد از این هر یکی از اینها علاهده باید پرداخت کرده شود. این با همچنین برای آسانی مردم است. بارک الله فیکم، الله خیرتون دهد. با همدیگر همراه نمیشوند. دلیل آن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. گفته که لیس فیما دون 5 اواق صدقه، گفتن در چیزی که کمتر از 5 اوقیه یعنی 200 درهم باشد زکات نیست. از این کمتر باشد، از 595 گرم یا که 585 از 95 است، اگر زیاد کمتر شد برای زکات نیست. اگر بگوییم که طلا و نقره با همدیگر همراه میشوند، لازم میآید که در کمتر از 50 اوقیه، از 5 اوقیه نقره یعنی هم زکات واجب می شود اگر با طلا وی را پر کنیم. اما حدیث آن را نفرمود، بلکه بیان کرد که هر یک از اینها اگر از این مقدار معینی که هست کمتر باشد زکاتی نیست. پس اگر کسی که 10 دینار دارد، 10 دینار طلایی دارد، که 10 دینار طلایی تقریبا 40 گرم می شود، 42 گرم، 42 گرم می شود، و 100 درهم نقره تقریبا 250 گرم می شود، یا که 300 گرم می شود تقریبا. از اینا سپس هر دو اینا را جمع کرده زکات مال نمیدهیم، بلکه از هر دو اینا زکات مال نیست. همچنین برای آسانی این امت است.